روز در شهر دوشنبه قرار داشتم. به هنگامی به شبکه اینترنتی وارد شدنم دیدم که چگونه مهاجران تاجیک از ناحیه‌های گرد و اطراف که در کشورهای اروپایی قرار دارند چگونه برآمدهای ویدیویی پهن کرده ایستادند. من همچون یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان به نفرانی که در خارج ایستاده سخنهای پوچ و بی‌معنی و بی اساس میگویند گفتنی ام که شما اگر در حادثه ماه نوامبر سال 2021 می بودید چنین مراجعت های بی اساس نمی کردید. همچون جنایتکاری سرکردگان گروه های متشکل جنایتی با مانند باقر، خرسند، طالب و منور با خبر میشدید چنین یک مراجعت های بی اساس نمی کردید. علاقه مردم بدخشان از این جنایتکاری ها بیزار شدند. امروزها با جای از پی پیشروی و آبادانی ولایت شدن ما سرگردان ضرر و عملهای و ما رساندن جنایتکاران می باشیم. این نفران از نادانستن بیسوادیشان امروز نمیدانند چیکار